یعنی فرانسوی‌ها با الجزایری‌ها چی کار می‌کردند؟ کلاً فرانسه به خاطر اینکه الجزایر خیلی غنی بود واقعاً از هر لحاظی، اون موقعیت جغرافیاشو بگیرن و تلاش کردن که کلاً عربی و اسلامو نابود کنن. تلاش اولشون این بود. بعد یه دوره طولانی فرانسوی‌ها حکومت می‌کردن بر الجزایر. بله، تقریباً 130 سال الجزایر مستعمره فرانسه بودش. حاکم فرانسوی بود یا حاکم دست نشانده بود؟ خود الجزایری بود و دست نشانده موقع دولت عثمانیه بود حاکم بوده، یا مثلا بیشتر به خاطر فتوحات اسلامی بعد فرانسه وارد شدن. انقلاب الجزایر ماهیت اسلامی داشت و ماهیت ملی؟ میشه یعنی گفت دوتاش. چون مردم بیشتر به خاطر اینکه اسلام و زبان عربی از بین نره و چون کشور ما دیگه داشت رو به نابودی و داشت رو به اروپایی بودن میرفت، پس مردم واقعا این چیز خیلی براشون مهمه، همچنان هم براشون مهمه. یک مثلا کنیا یک خاطره های بسیار تلخ و وحشتناکی از دوران حکومت بلژیکی ها دارند. چنین چیزی تو الجزایر هم بود؟ بله، شکنجه های و کارهای عجیب غریب که فرانسه تو الجزایر انجام داده اصلا واقعا قابل توصیف نیست، از بس که وحشتناکه. چیا بوده بگید برامون؟ مثلا قتل عام میکردن، شکنجه هایی که روی شهدای ما انجام میدادن بسیار وحشتناک بود. مثلا یکی از کارهایی که فرانسه انجام داده اینکه زمان جنگ جهانی دوم چون یه حالت نیرو کم آورده، قول داده به الجزایریا که اگه بیان تو فرانسه بجنگن استقلال رو به الجزایر میده. خب سال 1945 موقعی که جنگ جهانی دوم تمام شد و الجزایریا تقریبا اونایی حالا که شهید شدن و اونایی که برگشتن، فرانسه به قولش عمل نکرد. پس مردم پا شدن تظاهرات و فرانسه اصلا ساکت نشد. تقریبا شاید تا 100,000 نفر قتل عام انجام داده اون موقع. برای جلوگیری از انقلاب، برای جلوگیری از این تظاهراتی که الجزایریا انجام دادن که فرانسه به قولش عمل نکرد. پدر شما در انقلاب الجزایر حضور داشته؟ پدر بزرگم. پدر بزرگتون؟ من. اون الان در قید حیاتن؟ نه خیر. روحشون شاد باشه. سلامت باشید. این عکس پدر بزرگ. پدر بزرگتونه. پدر بزرگ رو دیده بودید؟ دیده بودم، ولی از اینکه تو این مسیر خیلی جایی داشت و تلاشی کردن تو همین راه شهدا و برای کشورمون تلاشی کردن خیلی مهم بود، چون زیر دست فرانسوی ها خیلی شکنجه شدن و یکی از کلی هاشو برداشتن، در حال زنده بودن. بله اسیر شدن. خیلی مثل حالت ارتش الجزایر بودن و خیلی دنبالش بودن و خب شکنجه شدن. یعنی ایشون در روزهای جنگ اونجا اسیر میشه به دست فرانسوی‌ها و شکنجه میشه. کلیه‌شو یعنی چی؟ متوجه نشدم. یعنی زنده که هست همینجوری گرفتنش و جراحیش کردن، یه کلیه‌شو برداشتن. یعنی بدون اینکه بیهوش بشه؟ نه، یه کلیه رو در آوردن. و پدر بزرگم با این حالم زنده موندن. رهبر انقلاب الجزایر کی بود؟ رهبر انقلاب الجزایر از اوایل استعمار امیر عبدالقادر بود. امیر عبدالقادر. بله، شخصیت‌های زیادی داریم، ولی ایشون از اول استعمار در واقع ایشون شیخ بودن. اون زمان به سوریه، به مصر اینا سفر میکردن که علم و تحصیل بکنن، ولی موقعی که استعمار شد برگشتن الجزایر رو سعی میکردن فرهنگ مقاومت توی الجزایر خیلی پخش بشه و تاثیر خیلی بزرگی داشت. ما چون بحث مقاومت و اینها هست، فکر می‌کنم یه قطعه خالی از لطف نیست که برای مهمونمون هم احتمالاً
شنیدنیه و خاطر انگیز حتما شنیدن. بله لطفاً، متشکریم. قطعه انقلابی من جبالنا با عزت. خیلی عالی بود. من اینو شنیده بودید؟ بازم چشتون برهش شد. با این خاطره خاصی دارید؟ آدم بعضی وقتا حس نمیکنه، متوجه نمیشه که چقدر بچه‌های الجزایر و شهدایی که ما دادیم برای کشور جنگیدن، وگرنه ما این روزو نداشتیم. واقعا اگه اونا نبودن الجزایر نبود، فرانسه بود. پیکر بعضی از الجزایری ها تو فرانسه است. بله، پیارسال فکر کنم چند تاشون آوردن. چرا اونجاست؟ اونایی که توی جنگ جهانی دوم شهید شدن. جنگ جهانی رفتن به کمک فرانسوی ها. در واقع اونا برای الجزایر جنگیدن. که بلکه الجزایر استقلالشو بگیره. خیلی شب خوبی شد. ممنون، ما رو خیلی ممنونم ما رو با الجزایر آشنا کردید. خیلی ممنونم از این تمرینات بوده برنامه ما. یه مجموعه از تمرینات داره منتشر میشه برای کشورهای مختلف و مهمانان مختلف و پیام برنامه ما به هم ربط داریم. خیلی ممنون. لطف کردید. خیلی لطف کردید که آمدید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. زحمت کشیدید. ببخشید. حبيت أن أحيي كل من ساهم في هذا البرنامج وساهم في هذه الحلقة وأعطاني فرصة لأحكي عن بلدي العزيز الجزائر.